آیات 27 سوره اعراف که مطلب دوم است معرفی اهل حق و باطل. حال دیگه الله متعال معرفی میکنه که این اهل حق است و این اهل باطل و برای ما شما درس است تا فکر خود و عقیده خود مطابق قرآن بسازید. یا بنی آدم، ای اولادای آدم علیه السلام، لا یفتننکم الشیطان، شما را شیطان در فتنه ناندازه، شما را شیطان گمراه نکنه، شما را شیطان فریب نده. کما اخرج ابویکم من الجنه، همون قسمی که پدر و مادر شما را از جنت بیرون کرد. از جنت مادر پدرتان با مکرهای خود، با فریبهای خود بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما، که از اونا لباسهایشان بیرون کرد. لیوریهما سوآتهما، تا که برشان نشان بده شرمگاههایشان. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، فکران باشه که شیطانهای جنی را شما انه یراکم، شیطانهای جنی شما را میبینن، هو او و قبیله و قبیلش و طرفدارایش، من حیث لا ترونهم، شما اینا را نمیبینین. پس ما شیطانهای جنی را نمیبینیم ولی اونا ما را میبینن. اما شیطان انسانی را میبینیم. باز از شیطانهای انسانی را برنامه‌هایش چی میکنن؟ از ما شما پت نگاه میکنن. برنامه خود از ما شما چی نگاه میکنن؟ پت. انا جعلنا الشیاطین، الله متعال میگه که ما گردانیدیم شیطانها را اولیاء. اولیاء را میفهمین؟ دوست. للذین لا یؤمنون، بر کسایی که ایمان ندارن. پس شیطانهای جنی دوست کی هستن؟ دوست شیطانهای انسانی هستن. هر دوی از اینا با هم دوستی میکنن، دست خدا با هم داده بر ضد مؤمنین کار میکنن. خواه دوم نقطه، ادعاهای اهل باطل و تهمت‌های خطرناک شد. حالا ببینید که اهل باطل چی گپ میزنن، چی صفت‌ها دارن. یکی صفت از دشمنای توحیدی است که دشمنای توحید میگن یا اهل باطل میگن و اذا فعلوا فاحشة، وقتی که یک فحشا را میکنن، یک گناه خطرناک انجام میده، برشان بگویی که چرا شما این گناه را میکنین، به زنا و به همجنسگرایی و به گناه خطرناک چرا مبتلا هستید؟ اگر انسان مومن باشه توبه میکنه، لکن اهل باطل با چی میگن؟ قالوا وجدنا علیها آباءنا، با به گناه ها پدرای خود یافتیم. پدرای ما قسم میکرد، وقتی پدرای ما میکردن و بد مردم نبودن. و باز فراتر از این ادعا بزرگ چی است؟ وقتی که زنا کرد و گناه کرد باز چی میگن؟ پدرای خود خو یافتیم، لکن پدرای ما که کارا میکردن خناقی نمیکردن. والله امرنا بهذا، تومت میکنن سر الله، میگن که الله ما را امر کرده که کارا را بکنیم. یعنی حال بسیاری کسا هست وقتی که ساز و موسیقی میشنوه باز نامش ایمان موسیقی اسلامی است دیگه. اختلاط میکنه میگه اختلاط اسلامی هست دیگه. شرک میکنه، شرکا میخواد کار اسلامی هست. وقتی او طاغوت شیشته سر چوکی و مردم برش رکوع و سجده میکنه باز میگه او خود از اولیاء الله هست. متوجه میشین؟ پس اینها تهمت میکنن بالای الله، میگن والله امرنا بهذا. قول بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الله لا یأمر بالفحشاء، الله هیچ وقت به فحشا و به منکرات و به گناه ها امر نمیکنه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا شما بالای الله چیزی رو میگید که نمیدارین؟ در جواب دروغ‌های اهل باطل باید چی بگوییم؟ قول برشان بگو که امر ربی، این من پیغمبر الله هستم، ما پیغمبر الله هستم. الله به چی مرا امر کرده؟ برشان بگو که الله مرا امر کرده بالقسط، به عدالت. الله مرا امر کرده و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، که شما رویتانه مخلصانه به طرف الله بگردید در هر مسجد. ودعوه، و طلب بکنین و عبادت بکنین الله را مخلصین، با بسیار اخلاص. له الدین، دین مخصوص از او بگردید. کما بدأکم تعودون، همون قسم که شما را از اول خلق کرده بود همین قسم دوباره میگردین، همین قسم به بارگاه الله پیش میشین.
کجای از این مثلا کل از این مسائل نیک و خوبی ها هست که الله متعال امر میکنن. این حال فریقا هدا، یک گروه مردم هدایت میشن، و فریقا حق علیهم الضلاله، یک گروه دیگه بالای از اینا گمراهی، بالای از اینا متحقق میشه. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. چرا اینا به گمراهی میرن؟ به خاطر که شیطان ها را دوست خود گرفته، چی شیطان انسانی باشه چی شیطان جنی. شیطان های جنی را مثلا شما به سری وقتا ببینید فالبینا، جادوگرا، تاویزگرا ارتباطشون با همراه شیطان ها هست. درش من قرآن لغت کو باز ما جادو را یاد میدم، قرآن با مرداری نوشته کو باز ما بر تو کمک میکنم، بعض خبرها را برات میارم. و پیروای کسایی که باز پیش از این جادوگرا میرن، باز اینا هم دوستای از این شیطان ها میشن. میره پیش از این شاهر ساحر و پیش این فالبین و پیش از یا مشکلات زندگی خود که از اینا حل میکنن. اینا شیطان ها را دوست خود گرفتن. و بعضی کسا هستن که شیطان های انسانی را دوست خود میگیره. وقتی که الله میگه کافر شیطان است، مشرک شیطان است، مرتد شیطان است، مبدل به شیطان میشه. مجردی که از عقیده توحیدی یک کس دور شد فوراً به شیطان مبدل میشه. پس بسیاری کسا هستن که شیطان ها را دوست خود میگیرن من دون الله، بغیر از الله میرن به عوض که الله را دوست بگیرن، دشمنای الله را دوست خود میگیرن. و یحسبون انهم مهتدون، بازی ها گمان میکنن که در هدایت هستند. یا بنی آدم، الله متعال میگه که اولاد آدم علیه السلام خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زینتتان در پیش هر مسجد بگیرین. هر جایی که برای عبادت میرین باید لباس درست داشته باشین، مزین باشین، مستور باشین، سطر باشین. شما خانمایی که نماز میخواین پاهایتان، دستایتان، مثلا پاهایتان، عورتتان، موهایتان، گردنتان یا باید معلوم نشه. این زینت شما هست. زیبایی انسان پیش الله چی است؟ با لباس است. زیبایی زن مسلمان پیش الله چی است؟ او زن مسلمان پیش الله خوب و زیبا هست که حجاب داشته باشه. به حیایی و به شرمی ای در حقیقت خود در دام شیطان انداخته است. زیبایی نیست، این شیطنت است. الله متعال میگه زینتتان را در هر پیش مسجد بگیرین و کلوا و اشربوا و بخورین و بنوشین ولا تسرفوا و اسراف نکنین. یعنی حتی حلاله که میخورین در اصطلاحات اقتصادی اسلامی یکی تبذیر است، یکی اسراف است، یکی تقتیر هست، یکی انفاق است. 4 اصطلاح هست. انفاق مصرف کردن مال هست مطابق حکم الله و مما رزقناهم ينفقون. تبذیر مصرف کردن مال در حرام است. اگر یک نفر در موسیقی، در شراب، در قمار، در زنا، در گناه یا پول مصرف میکنه، این در تبذیر حساب میشه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسایی که تبذیر میکنن، مال خود در حرام مصرف میکنن، اینا برادرای شیطان هستند. تبذیر. اسراف چرا میگن؟ الف سین به سین میگه. اسراف مصرف کردن مال اضافه از ضرورت. یعنی حلال در حلال زیاده روی. میتونی مثلا با 1 کیلو میوه انسان سیر میشه، این میره مثلا 6 کیلو میگیره که 1 کیلوشه میخوره، 5 کیلوشه در باطل دانی میپره. پس این اسراف است. لباس داره کفایتش میکنه، میره لباس دیگه به خاطر از اینکه خدا نشان بده لباس دیگه، میگه اسراف است. پس الله متعال میگه و تقتیر. باز چیه میگه؟ تقتیر میگه که یک نفر بخیلی میکنه در نفقه فامیل خود. امکان داره که در فامیل خود هفته 2 مرتبه گوشت ببره، این کلش هم از یک سنه دال 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 و فامیل خود مثلا با مشکلات کمبود ویتامین و گپا برابر کرده. الله متعال میگه که خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و بخورین و اشربوا و بنوشین ولا تسرفوا. در خوراک و نوشیدن اسراف نکنین. حتی وضو که میکنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قدر 2 برابر این قدر، این قدر شما 2 برابر دیگه مثلا یکی 2 به این قدر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو کرده. حالا
اسراف چی هست که در وقت وضو انسان مثلا 2 هفته و 3 هفته و نل باز میمونه و شررس صدایش میاد. همین صدای نل برآمد در وضو کردن و بسته نکردیم، بدان تا میکنین نل بسته بکن. این اسراف است. بخورین و بنوشین، از نوشابه ها استفاده کنین، از خوردنی ها استفاده کنین، از چیزایی که براتون حلال استفاده کنین. اسراف نکنین. انه لا يحب المسرفین. الله مصرف دوست نداره. سعی کنید شما وضو میکنین که الله شما را دوست داشته باشه، نماز بخوانید. در اسراف در کلان خطرناک گپ خود برابر کردی که الله دوست نداره مسرفین. اسراف کننده را دوست نداره. دیگه از وسایل باطل پرستی بدعت است. بدعت چی هست؟ در دین نوآوری کردن. خب یک نفر میگه در این کامپیوتر نو نیست، میگه کامپیوتر در دین داخل است. کامپیوتر خب یک وسیله کار است دیگه. خب یک وسیله قلم است، یک کسی که قلم نوشته میکنه، یک کسی دیگه مثلا که قلم نوشته نمیکنه صوتی مثلا درس خدا حفظ میکنه و یک کسی دیگه در کامپیوتر خود نوشته میکنه. این خب وسایل است. بدعت در عبادت میشه، در عقیده میشه. بعضی کسا جنگ فکری میکنن. بدعتکارا اکثرا جنگ فکری میکنن. چه قسم جنگ فکری میکنن؟ وقتی برش بدعت بگویی که بدعت است، باز میخواد برش میگه ای نه امروز دیگه ما دیگه در موتر سوار نشیم. کی گفته در موتر سوار شدن نسبت به بایسکل ثواب زیاد داره؟ کی گفته که مثلا اگر حج در طیاره کنی ثوابش زیادتر است از اینکه که حج در موتر بکنی؟ یک تعداد مردم است در موتر به حج میرن، یک تعداد مردم است در کشتی میرن، یک تعداد مردم است در طیاره میرن. خوش وسایل است. اما گپ سر حج است. آیا در حج تغییر اگر آوردی باز اونو بدعت میشه. تو یک دانه حج دیگه بخواد یک مملکت دیگه جور بکنی. این البته کسا باز جنگ فکری میکنن و چون جانب مقابل قرآن درست نمیفهم، آیات قرآن درست نمیفهم، اصطلاحات قرآنی رو معنایش نمیفهمه، بازو تحت تاثیر از میره. راست میگه والله اخی بدعت. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده. یعنی یک بدعتی است که حلال حرام بسازی. الله حلال کرده، تشریع مخصوص الله هست. تو میخیزی شریعت الله را تغییر میدی، خدا به طاغوت مطبوع مبدل میکنی، حلال حرام میکنی. الله متعال میگه قل برشان بگو که من کی هست که حرام میکنه زینت الله التي اخرج لعباده. زینت هایی که الله متعال بر بنده هاش داده. وقتی که الله بر ما میوه داده میخوریم. اما یک تعدادی سر خود حرام میکنه. من میوه نمیخورم، من گوشت نمیخورم، من گوشت گوسفند نمیخورم، من کباب نمیخورم، من ازدواج نمیکنم. چرا؟ با تقوا شو. این تقوا نیست. این دوست داری خدای ناراض. تو خدا بدعت مبتلا شدی. الله متعال میگه قل بگو که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق و رزقهای پاک. چرا سرت حرام میکنی؟ قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا. برشان بگو که اینمی غذاهای پاک و حلال و زینتهای پاک برای مؤمنا در زندگی دنیا هم. ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. حسنات دنیا چی است؟ لباس خوب، موتر خوب، خانه خوب، زندگی خوب، حکومت خوب، خلافت اسلامی خوب، قیادت و رهبریت و کل ازی خوبی ها حسنات دنیا هست. و حسنات الاخرت خون جنت هست، نجات هست، کامیابی هست، پیروزی هست، ملاقات با الله هست، دیدار با الله هست، رضایت الله هست. اینال اینی نعمت ها که هست میگه برای مؤمنان در دنیا هم هست، خالصتا یوم القیامه. و در روز قیامت هم خاص مخصوص مؤمنان هست. باز اینا هم در زندگی دنیا خود از نعمت ها دور ساختن و هم در آخرت نعمت ها از پیشان گرفته میشن. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. این قسم تفصیل بیان میکنیم آیات را بر کسایی که علم دارن. هفتم جواب اهل توحید برای اهل باطل چی از قل انما حرم ربی الفواحش. برای از اینا میگه اونا ادعا میکردن که فواحش بر ما حلال شد از جانب الله. برای از اینا جواب بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم که رب من، خالق من حرام کرده فواحش. هر کار فحش الله منع کرده است. ما ظهر منها و ما بطن. این فحشا آشکار باشه یا پوشیده باشه، پت میکنی یا آشکار میکنی، کلش حرام است.
اگر کس آشکارا هم یک عمل فحش میکنه هم گناهکار است و کسی که این عمل فحش پنهان میکنه هم گناهکار است. حرام است، مرتکب حرام شده. والاسم و گناه را هم الله متعال حرام کرده. والبغی، بغاوت و سرکشی به غیر الحق بدون حق، این هم تجاوز هم منع کرده. و ان تشرکوا بالله، این را هم حرام کرده که شما با الله شرک بیارین، این هم ناروا بود. این که به الله شریک بسازید ما لم ينزل به سلطانه، که به او دلیل نیست. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این را هم الله حرام کرده که سر الله چیز را بگویید که نمیفهمین. همین سخنتان هم حرام است که شما سر الله تهمت میکنید، سر پیغمبر تهمت میکنید. اهل بدعت. هشتم، ایمان اهل توحید به زمان مرگ. الله متعال میگه که اهل توحید که هستن اینا به مرگ خود و وقتش میفهمه که از جانب الله مقرر و مقدر هست. ولی کل امت اجل، برای هر امتی چیست؟ اجل است، وقت معین است. فاذا جاء اجل، وقتی که اجل بیاید لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک ساعت نه پیش میشه نه پس میشه. اجل که مجرد رسید ملک الموت با حکم الله میاد و حکم الله را تطبیق میکنه. اینا نتیجه تقوا و اصلاح چیست؟ یا بنی آدم، باز الله متعال خطاب میکنه و کل بشریت بنی آدم. پس این پیام جهانی قرآن هست. یا بنی آدم، ای اولاده آدم علیه السلام، سیاه‌پوست، زرپوست، سفیدپوست، در هر جایی که هستیم، ای بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، وقتی که بیاید بر شما پیغمبرانی یقصون علیکم آیاتی که بر شما بیان میکنه آیات مرا، احکام الله را براتون بیان میکنه. فمن اتقی، پس هر کسی که تقوا کرد و اصلح و اصلاح کاری کرد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بالایشان نه خوف است نه هم جگر خون باشه. اما باطل پرستی نتیجه چی است؟ والذین کذبوا، و کسانی که تکذیب میکنن به آیاتنا، به آیات ما، و استکبروا و تکبر میکنن. یعنی یک مشکلشان چی است؟ استکبار و تکبر است. این حال کسانی که تکذیب میکنن و تکبر میکنن از احکام الله، اولئک اصحاب النار، اینا اهل دوزخ هستن، هم فیها خالدون، اینا دمی آتش دوزخ برای همیشه میباشن. 11 نقطه، بدعت ورزی یکی از دامهای خطرناک دشمنای توحید است. الله متعال میگه فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، از این بدعتکار کرده هم ظالمتر پیدا میشه که بالای الله دروغ میگه. هر بدعتکار سر الله تهمت میکنه، سر رسول الله تهمت میکنه. تا وقتی که بدعتکار از بدعت خود توبه نکنه، نه عبادتش قبول میشه و نه عمل نیکش قبول میشه. و در روز آخرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمن از این میباشه، چون این سر الله و سر رسولش تهمت میکنه. یک چیزی که الله نگفته در دین است، در دین داخل میکنه، و یک چیزی که در دین است بدعتکار رو از دین میکشه. چرا هر بدعت یک سنت، یک حکم از بین میبره. الله متعال میگه فمن اظلم، کی ظالمتر، ممن نسبت به شخصی که افترى علی الله کذبا، بالای الله و دروغ تهمت میکنه، او کذب بآیاته، یا آیات الله را تکذیب میکنه. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، بر از اینا نصیبشان که در کتاب آمده هست، این نصیبشان در کتاب چی هست؟ دوزخ هست. به این نصیب خود میرسن. حتی اذا جاءتهم رسولنا، تا زمانی که بر از اینا چیزی که در کتاب است نصیبشان برشان میرسه. نصیبشان چی هست؟ یعنی عمری که بر از اینا داده شده است الله برشان وقت میده، نصیبشان من الکتاب برشان داده میشه در دنیا، اما در آخرت باز عذاب آخرت است. حتی تا وقتی بر از اینا یا در دنیا فرصت داده میشه اذا جاءتهم رسولنا، تا وقتی که برشان بیاید پیغمبرای ما. اینجا رسول پیغمبران ملائکه هستند، تا اینکه ملائکه ها بیاین، ملائکه هایی که مکلف هستند ملک الموت با همکارایش علیهم السلام، اینا میل یتوفونه، بیا روحای از اینا را قبض میکنن. قالوا این ما کنتم تدعون من دون الله، کجا بودین شما که بغیر از الله؟ کجاست او کسایی را که شما بغیر از الله صدا میکردین؟ کجاست؟ قالوا ضلوا عنا، میگه که والا اونا از پیش ما گفت شدن. و شهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین، باز خودشان شهادت میتن در وقتی که ملائکه موت میده که اینا کافر بودن. خب آل نتیجه دوستی و همفکری با کافرها چی هست؟ قال، بر از اینا گفته میشه که ادخلوا، داخل شوین، فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار،
شما به همراه کافرای دیگه که از جنها و انسانها هستند پیش از شما در داخل دوزخ رفتن، شما هم همراه از اینا در آتش دوزخ داخل شوین. کلما دخلت امه لعنت اختها، و هر وقت که یک گروهی از کافران داخل دوزخ میشن، باز او همون گروه دیگه که مثل از اینا هست او رو لعنت میکنن. حتی اذا دارکوا فیها جمیعا، وقتی که کلشان اینجا چی شدن، کل از اینا وقتی که داخل شدن دیگه چی میگن؟ قال کل ما دخلت امت لعنت اختها، وقتی که یک امت داخل میشه بازو دیگهشه چی میکنن؟ لعنت میکنه. وقتی که لعنت میکنه او دیگه اینال کل ما آیت 38 است. در این آیتش اینجا گفت که قد دخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه، هر وقتی که یک امت داخل میشه لعنت اختها، لعنت میکنه همو اندیوالای خودشان دوزخی های دیگه لعنت میکنه که لعنت الله سر تو، عقل نداشتی مثل ما رو خدا در دوزخ انداختی، چون این کار کردی؟ حتی اذا دارکوا فیها جمیعا، تا که کل از اینا در دوزخ با هم درک میکنه که دیگه خدا کلشان یک جای میشن. قالت اخراهم لاولاهم، میگه اخراهم همو کسایی که پسانتر آمدن بر کسایی که اول دوزخ رفتن دیگه، ربنا هؤلاء اضلونا، باز بر از اونا میگن که امی کسایی که پس آمدن بر از اونها میگن که مثلا کسایی که مارکس و انگلس و لینن هستن و سارتر و این کسایی که اولی عذاب ساختن، وقتی که اخراهم لاولاهم، بعضی کسایی بعد از اینا آمدن نظر به اندیشه کفری از اینا هم کافر شدن. یعنی بسیاری وقتا مثلا یک نفر یک کتاب کفری نوشته کرد، از کتاب کفری از یا اندیشه کفری از یا مواد کفری که گذاشته دیگر را کافر میشن. اینالو حزبی که اول جور شد و گروهی که اول جور شدن و مردم به کفر دعوت میدادن یا مردار شدن رفتن. گروه دیگه که آمدن از اینا پیروی میکنن، اینا هم کمونیست و اینا هم دموکرات، اینا هم جمهوریت خواه و اینا هم مرتد شدن. حال اردوی از اینا داخل دوزخ میشن. گروه دومی قالت اخراهم، قالت اینجا بسیار الله متعال بحث بسیار خوبی رو برای ما و شما اینجا بیان میکنه. باز میگه امی چی میشه؟ اخراهم لاولا، امی گروه پسان آمدن یا من برای اولین ها چی میگن؟ درباره اولی ها گذشته های کافرشون باز برای زیرا میگه که باز پیش الله تعریضه میکنن، میگه ربنا ای رب ما هؤلاء اضلونا، اینیا ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا من النار، یا الله برای اینا عذاب از دوزخ بده. این گروه بعدی برای اینا میگه که یا الله برای اینا عذاب بده که نمیا برای ما اینمی فکر و اینمی اندیشه کفری را، اینمی نظریات کفری را، اینمی کتابای کفری را اینا روش کرده بودن، اینا تالیف کرده بودن، همین برنامه رو اینا جور کردن، ما هم متاثر شدیم. یا الله اینا را چی کن؟ دو چند عذاب بده شما ضعفاً، یا الله برای دو چند عذاب بده که اگر اینا نمیکردن خود ما میرفتیم قرآن میخوانیم، میرفتیم سنت حدیث میخوانیم، دین میخوانیم، اینمی کتابا رو نوشته کردن که وش کدام مدرسه نری، وش رو کو اولادای تدا پانتون فلانی جای نمانی، وش کدا دیگه کشورها روان نکنی، وش کو به درس دینی روان نکنی، وش کدا مدرسه رای نکنی، وش کو درس اسلامی نخوانی. این الله متعال میگه که قال لكل ضعف، برشون میگه که بر کل تان دو چند عذاب است، ولکن لا تعلمون، لكن شما نمیفهمید. و قالت لهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل، بازال گروه اول کسی رهبریت ها کس کلانای حزب گروه اول حزب هست که پسانو برازیا میگه که یعنی رؤسا و کلانا و بزرگایی که در اول هستن، بازیا برای دیگران میگن که برای آخری ها میگن که فما كان لكم علينا من فضل، شما بالای ما کدام فضیلت نداشتین، احمق بودین، عقل نداشتین، فهم نداشتین، چرا آمدین اطاعت از ما کردین؟ فذوقوا العذاب، پس شما عذاب بچشین بما کنتم تکسبون، با آن چیزی که خودتان کسب میکردین، رو ما ملامت نکنین. این نتیجه دشمنی توحید چی میشن که الله متعال میگه ان الذين كذبوا بآياتنا، یقینا کسانی که تکذیب کردن به آیات ما، واستكبروا و تکبر کردن، عنها ازو لا تفتح لهم ابواب السماء، هیچ وقت دروازه آسمان برای اینا باز نمیشن.
ولا يدخلون الجنه و در جنت هم یا داخل نمیشن حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگه تا وقتی که شتر در ام سوراخه که سوزن داخل شود. شتر در داخل سوزن داخل میشه، این تصور نمیشه. پس میگه همین قسم که غیر قابل تصور هست که شتر در سوراخ سوزن داخل شود، همین قسم اینا داخل جنت نمیشن. و کذالک نجزی المجرمین، اینمی قسم ما مجرما را جزا میتیم. لهم من جهنم مهاد، میگه بر از اینا از در دوزخ همه تو گهواره که میگه میباشه، همین قسم برشان بستر است. و من فوقهم غواشون، و از بالایشان هم بستره های آتشی هست. و کذالک نجزی الظالمین، همین قسم ظالما را جزا میتیم. اما اگر کس حق طلبی میکنن در دنیا و آخرت چی پاداش دارن؟ والذین آمنوا، کسایی که ایمان داشتن و آوردن و اعمال صالحات و اعمال صالحه کردن، لا نکلف نفسا الا وسعها، الله متعال میگه به هر کس مکلفیت میدیم به اندازه توانش. اولئک اصحاب الجنه، اینا اصحاب جنت هستن، هم فیها خالدون، در جنت برای همیشه میباشن. دیگه چی میباشه در جنت؟ چی خوبی هست؟ و نزعنا ما فی صدورهم من غل، تمام امو چیزای زشتیایی که در دنیا در نفس انسان میباشه، حسادت، خودخواهی، علاقمندی به گناه، به ناروا، به این چیزا، این کثافت ها از سطرهایشان کاملا کشیده میشه. انسان مثل اول سالم، همین انسان چرا گناه میکنه؟ به خاطر که از فطرت سالم خود دور میشه. بس فطرت سالم که دور شد به گناه ها مبتلا میشه. در جنت چی است؟ همین چیزهایی که انسان از فطرتش میکشه یا از داخلش پاک میکنه. باز در اونجا انسان هیچ وقت علاقمند گناه نمی باشه، همیشه مطابق و حلال و با چیزهای خوبش قناعت میکنه. از این خاطر جنتی ها همین خوب است که قلبشان پاک است، شسته شدگی هست. و نزعنا، الله متعال میگه ما با قدرت خود میکشیم از سینه هایشان بنقل هر غل و غش، هر خرابی هایی که باشن، این دیگه، اما کلشان قلبای پاک و به حالت فطری بسیار خوب و هیچ وقت تقاضای منفی هم نمی باشه. چرا تقاضای منفی از نفس منفی باشه؟ نفس که شسته شد، پاک شد، دیگه چیزهای منفی را کس تقاضا نمیکنن. تجری من تحتهم الانهار، در زیر باغها و قصرهای از اینا جویبارها روان است. و قالوا، میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا. باز موحدین جنتی ها چی میگن؟ الحمدلله که الله ما را به این هدایت کرد. و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما هدایت نمیشیم مگر الله هدایت نمیگه. خود نعمت بزرگ الله هست، این بزرگترین توحید که از بزرگترین نعمت الله هست. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، واقعا پیغمبرای رب ما به حق آمدن. و نودو، و صدا میشه سرشان که ان تلکم الجنه، این جنت که هست، ورثتموها، شما این مثل بگیرید مثل که براتون میراث رسیده باشه، یعنی حقتان هست. بما کنتم تعملون، شما در این میباشین به سبب آنچه که عمل کردن. و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار، و جنتی ها بازی دوزخی ها را میبینن سرشان صدا میکنن ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، این ما یافتیم اون چیزی که رب ما بر ما داده بود حقا حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا شما هم چیزی که ربتان براتون گفته بود حق یافتین؟ قالوا نعم، بازی میگن نعم. فاذن مؤذن، صدا میشه یک صدا کننده در بینشان که لعنت الله علی الظالمین، که لعنت الله بالای چی است؟ بالای ظالما هست. الذين يصدون عن سبيل الله، ظالمایی که مانع رفتن مردم از راه حق میشدن. و یبغونها عوجا، همیشه میخواستن که راه را کج بسازن، راه مستقیم این قسم مردم روان بکنن. و هم بالاخره کافرون، یا کسایی هستند با آخرت کافر هستن. 16ام باز اینجا چی میشه؟ ندای اعرافی ها میشه به اهل توحید یا به جنتی ها. باز در بین از اینا چی است؟ در بین جنتی ها و چیزا یک طایفه به نام اعرافی ها است که انشاءالله ما و شما در درس بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.